به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به بروبکس عزیز. خیلی خوش اومدی به این ویدیوی جدید در مورد CP رایگان که خود کال آف دیوتی به پلیرهاش میده و اما یه فرقی که با پلیرهای دیگه ای داره، به پلیرهای تازه کار CP رایگان میده. من به شما میگم که چطوری CP رایگان رو بگیرید، هم مراحل گرفتنشون رو بهتون میگم. خب بریم سر وقت این ویدیو جدید. Let's go. خب بچه اولین قدمی که شما دارید، اگه اکانتتون مثلا فروختید یا به کسی دادید که فعلا بازی کنه که میخوایم با از اکانت لول 1 شروع کنیم یا اصلا اکانتی نداری میخوای اکانتی بسازین و بازی کنیم، اولین کاری که میکنیم مراحل آموزشیش میرین، هر چی که گفت میرین. دوم خیلی آسونه، میرین تو بخش ایونت، نکنید تو این تو بخش ایونت میرین. خب تو این بخش که رفتین برای همه نیست، برای بازیکنان قدیمی کال آف دیوتی ما مثلا 6 ماه 7 ماه اصلا نیست، با هم لول بالا فقط بر لول پایین هست. این CP رایگان فقط بر لول پایین هست. در این قسمته، تو این قسمت میرین اینجا گو رو میزنید. گو که زدین نگاه کنین، دقت کنین اینجا 40 CP و 20 CP، یعنی 20 40 و اجزای مختلف دیگه که هستیم. حالا مراحلش از کجا میخوایم باز کنیم. تازه یه نکته خیلی خوب داره که اگه شما 7 بار گردششو بزنی یه کریتی میده که الان اینجا یه باگ خورده که 3 تا گان لجند به مدت 2 روز بهتون میده. به مدت 2 روز این گان لجند رو میده که استفاده کنید. حالا میریم سراغ این مراحلش. اولین مرحله که من تو این اکانت قبلیم گرفته بودمشون، الان براتون ترجمهشون هم میکنم. نگاه کنیم، اولین مشاهده کارت آموزش پایه، یعنی هم یه کارتی که بزنید روش خودش میره روز اول. دوم مشاهده کردن بتل پسه که اونم بزنین 2 تا اول که راحت میتونیم بگید. به سوم پیشنهاد خرید یک کاراکتر جدیدی یا آفر اینه. بعد پنجمی که بهتون 6 تا از این به قول معروف توکنا میده که بتونین گردونه بچرخونید. خریدن یک بتل پس هستش. بعدیش هم اینم خرید کارت آموزش پایه. الان ترجمهش اینطوریه، الان من خوبی ترجمهش نه. روز دوم این دوتا رو که راحت میتونین همون روز اول با زدن هر دوتا بگیرید. حالا روز دوم که الان من میگیرم براتون استفاده میکنم ببینید چطوره. روز دوم مشاهده فروش، خرید پیشنهادات سرباز 2 کوپن جعبه طلا رو مصرف کنید. اینا روز سوم هم. خب الان بهتون میگم، اولی که همینطوری که من زدم روز اول بزنید. دومی هم همین میزنید گو رو که زدیم تو این بخش میده. دوباره میام بیرون نگاه کنید، این باز شد. خیلی راحت یک گردش رایگان به ما داد. دومی باز میزنی برگشت، دوباره راحت بهت میده. اینا هر تا 3 روز که تو این اکانت آنلاین بشین میتونید این جوایزش رو بگیرید. این خیلی به صرف است که برای کسایی که مثلا تازه کارن یا CP میخوان کم مثلا در همین حد بگیرن یا اصلا CP نمیخوان شارژ کنن، این CP رایگان به کارشون میاد. الان من نگاه 4 تا گردش گرفتم، ببینیم بهمون میده چون نداد. خب بریم اولین گردش. خب بله 20 تا CP به ما داد. 20 تا CP داد. نه اصلا فیک اینام نیسته که بگیم فیک، همه میدونن 20 تا CP. نگویم 20 CP. یه گردش دیگه میریم میزنیم ببین اون در چه حده، ببین چی میده. خب چیزی نداد. وقتی این بالا به CPاتون اضافه نشه یعنی چیز نمیده. اینا هم خوبه، مثلا برای کسانی که بتل پس اینا استفاده میکنن خیلی خوبه.
اونا چقدر میبره بالا؟ ماشاءالله 10 تا برد بالا. خب خوبه. خب حالا یه گردش، 2 تا گردش دیگه هم داریم. خب بازم چیزی نداد. ما شانس اونگاه هیچی نمیده. این مسخره. بریم بعدی. بازم چیزی نداد. اگه کوپن طلایی هم نداد شانس. خب این ببینید سی پی ها قابل خرج هست. الان میریم براتون توی یک گردونم تست میکنم. بذار ببینیم براتون یک گردونم بزنم با این سی پی رایگانه. این اکانت خودم که تو ویدیو اول دیدین اون اکانت. این اکانت رو تازه ساختم که ببینید. یعنی یه گردش دارن اکتیویژن گل یه چیز درست حسابی به ما بده. بله بفهمم موتور ببخشید چی رو داد به من. موتور آقا اکتیویژن من بکنم کجا؟ آخه این موتوری به ما میدیم. موتور من یعنی کار نه. الان این باگرم بزنیم. باگ معروفه میگم میده ولی هیچی هم نمیدونم میفهم. اسکی میزنیم. یک گردش دیگه هم بزنیم. بفرما. گندترین چیزی که تو گردنی باشه به ما میده. خب برعکس خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. تا روزهای دیگر و ویدیوهای دیگر خدا حافظ.